ناامیدم کرد. وای که میمیرم واسه تو من یکی جونمو میدم تو یه جونم بگی. ماکارونی نمره نداره. معلوم آدم گوهی هست. بگو. اصلا فکر نمی‌کنم آقا مجید اونو مطرحش کنه سر میز شام. سلام سورانم خوبی؟ سلامتی؟ بریم قسمت دوم ریاکشن به بفرمایید شما همون 4 قسمت دومش. بریم ببینیم آقا مجید با فیروزه قشنگی چیکار میکنه. حمایت کنید دیگه، هر چی که میتونید حمایت کنید تا آخرش مجید از سینگلی در میاد یا نه؟ من سعی کردم که و فیروزه کش کمتر پذیرایی کنم، یعنی اون تدارک کامل که دیده بودم کمش کردم. چرا؟ خودشو داشت پاره میکرد دیدی که جا نبود تو آشپزخونه. چون همین که 2 تا خانم نشستن پیش هم دیگه یهو گفتم به من شما که همه کار کردی هیچ کاری نذاشتی برای ما، هیچی برای ما باقی نذاشتی، یعنی شما خیلی در درجه بالا کار کردی. منظورشون اینه. گفتم واویلا اگه من اون کارهای دیگرم انجام بدم بعد دیگه اینا شاید زیاد خوشحال نباشن. کلا غذای دیشب و هیچ کدومش دوست نداشتم. آقا مجید ببخشید زحمتشونو کشیده بودن، واقعیتشو بگم خیلی زحمت کشیده بودن، دستشون درد نکنه، ولی من دوست نداشتم. دیدی اصلا هیچکی باور خوشش نیومد. خب بذار باشه دیگه. زیادی بهش دادم. دست نزن. از غذاش خوشم نیومد، نمرش خیلی بهش زیاد دادم. نریز به هم جدولو. بعد آقا پشیمون نیستم. ببین 7 بدی شب خوابت نبره بهتره یا 2 بدی راحت بخوابی؟ ایشون به عنوان یه آقا خیلی با سلیقه بودن. اتوبوس نیادونمون. جزئیات کجا داریم آقا؟ همه چی از قبل سر میز آماده بودش. پیش بینی همه چی رو کرده بودن. از امتیازی که دادم راضیم. این فیروزه قشنگه واقعا انصاف داره. من فکر میکنم خودم برنده این مسابقه باشم. خفه شو بابا. فکر میکنم امشب به فیروزه جون خوشش بیاد. خیلی روز خوبیه. چون یه جورایی طعم و مزه شاید مال دسرای ایتالیایی هم بده. بعد چون فیروزه تو ایتالیا هم زندگی کرده 10 سال فکر میکنم فیروزه شاید بیشتر خوشش بیاد. من خودم تو کوچه پس کوچه های فلورانس بزرگ شدم. پودینگ شکلاتی خانم سمیرا خواهر عزیز بهتر از سالاد میوه است که. ناامیدم کرد. دهنت سرویس ناامیدم کرد. جونم حالا شب میبینیم. پودینگ شکلاتی چش نیست، ابروه بیشتر تا چش. یه چیز بسیار ساده ایه که حل میکنی شکلات فایده نداره. باور نکنید چیه؟ باعث میشه غذامون هم هضم میشه. با چایی شاید سرو بشه. دستت درد نکنه. جونم مجید. نمیدونم، من خودم آشپزیم خوبه ولی سوپ گیشنیز یعنی چی؟ مثلا من سوپ مرغ درست میکنم گیشنیزم خورد میکنم روش میریزم بعد از که کشیدم، خب میشه سوپ گیشنیز. نه دیگه مرغ خودت گفتی. ولی شاید این فرق کنه. ایشون گفتم مال تهران هستم. بزرگ شده کرج. تهرونیا کوفته کبابی من تا حالا نشنیدم. دیگه حالا شما کوتاه بپوشین دفعه رو. من فکر میکنم ایشون همون چلو کباب کوبیده آسون خودمونو درست کنه، یعنی چرکده رو بگیره کم پیاز بزنه با نمک و فلفل بندازه تو مایتابه این ور اون ورش بکنه برنج هم بغلش بذاره. اون که میشه کباب مایتابه ای که این نمره نداره. من فکر نمی کنم بارداریم تأثیری داشته باشه روی امتیاز دادن بچه‌ها. حتی دلم هم نمیخواد غذا رو ندیده معلوم میخواد بده دو. واقعا به این قضیه فکر نکرده بودم. دوست دارم بیشتر به آشپزی. البته یه کمی برام سخته چون حالا پیش نیومده کسی آشپزی آدم نمره بده. دوست دارم بیشتر قضاوتشون روی غذا باشه تا روی این مسئله. نه فکر نمی‌کنم قطعا تاثیر داشته باشه.
الان مجید میاد پارت میکنه میفهمی. اون چیزی که خودم فکر میکنم باشه. چرا کوتاه نمیشه موهات؟ از غذای خیلی مورد علاقه من هستش و خیلی دوست دارم. 2 ساعت داره میزنن و هیچی به هیچی. این سه تا اگه اونی باشه که من فکر میکنم نمرش یا 3 یا 4. آقا مجید اگه اونی باشه که من فکر میکنم، ولی اگر اونی باشه که من فکر نمیکنم و بیاد سر میز و خوشمزه باشه نمره خیلی خوب داره. تو آخه چجوری اون که فکر نمی‌کنی نمره خیلی خوب داره؟ فقط امیدوارم مثل دیشب که آقا مجید گفت شیک، ما همه شیک رفتیم، آقا مجید اسپورت بود. امشب هم سمیرا جون زده سیاه و سفید، خودش رنگ دیگه ای نپوشه. آقا مجید اسپورت چی شدودی ما بود؟ همه سیاه و سفید میریم مطمئنا امشب. بسیار ناامید کننده است. چرا؟ یعنی دسر کم خرج و دسر ساده. شایدم من حق بهشون بدم به خاطر اینکه ایشون بارداره، گفته بذار یه چیزی سر هم بکنم. سر هم چیه بابا؟ بره دیگه کوفتشون بکنم. شماره حساب بده، من ارث پدرت بریزم به حساب تموم بشه. خیلی خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. بفرمایید. مجید و فیروزه رو نگاه کن. خرمگه سعید رضا اومد. سلام. سلام. حال شما چطوره؟ علیرضا خوب هستید شما؟ خوبی علیرضا؟ سلامت باشید. این باید سکنجبین باشه. بله. طعمش مگه نمیگه چیه؟ سکنجبین. چرا بوده؟ چون مزه سکنجبین اونجوری نمیده. و مزه چی میده؟ سکنجبین سرکش و نعناش باید درست باشه. اگه سرکش و نعناش درست باشه خیلی مزهش فرق میکنه. فرق ولی میکنه. کار من ولی درسته. ما باید بگیم درسته نه شما. اصلا تو اغرون چجوری میخنده؟ سکنجبین نبود و اونم چون سوال کردم از بیرون خریده بودن تقصیر ایشون نبود، ولی سکنجبین نبود. پس چی بود؟ سالمه، غذای بله. سالمیه، برای مریضا خوبه. آره دقیقاً واسه سن و سال و دیگه واسه من همه چیز در نظر گرفتم. باله شدی آقای علیرضا و خانم فیروزه است. آره. دقیقاً. آقا دارن میزنن همو. شور کردی خانم. گفتم یه بار فقط برای شما نمک زدم. مختص خودتون. دارید از خونه نمک فقط واسه شماست. سمیرا جبران چیزم کرده. شیرینی دیشب نه. سالاد اولویه که نمک نداشت. مجید توقع نشد فیروزه بخوره. نمک اونو سمیرا ریخته تو غذای شما. آیه من از این برای فقط داره میخوره. کار باید سالاد اولویه‌ای که شما درست کردید تک بود. ولی نوشیدنی که من دادم اصلا شیرین نبود، خوبم نبود. هنوز که خانم ما که ندیدیم چیزی رو که دوست باشید با هم دعوا نکنید. نوشیدنی جز منیو حساب نکنید. جز منیو نیست. ماشاءالله شما خیلی تبریک میگم با آقاتون. یه دونه دم موشم که انداختیم مزه. همه چی کامله. بذاری سوپو بکنم بخورم. میپره گلوم مگه. خانم همه رو تموم کردی، یه روزه تش بذار باشه. وای که میمیرم واسه تو من یکی جونمو میدم تو یه جونم بگی. آقا مجید امشب دست پر اومدن کامل که تلافی دیشبو درارم. مجید الان با امینه هیچ فرقی نداره. ولی خب من که کم نمیارم. کم بیاری من ناراحت میشم. تعریف میکنم از خودش، دقیقا میگم. به جان تو سمیرا تیم اپ میکنیم. جبران میکنم بالاخره. من و تو اینا همه. ببینم کی میخواد حریفت شه. گفتم این باید همون کباب دیگی خودمون باشه با برنج و این ارزون ترین و سریع ترین و کمکارترین غذای ممکن است. نه آقا ماکارونی نمره نداره. معلوم آدم گوهیت. بگو املت نیمرو. ایشون رو سر من جا داره ولی این کارش نمره نداره. آقا مجید بابا صفر بده بهتر از این همه کس شعر بگی.
جید نکن این کارو. شما؟ منم نمیخوام. شما پس اینجا دستتون دمه. خواهش میکنم. سراغ تبریزه؟ نمیدونم. من سراغ تبریز نباشه نمیدونم. مال تبریزه. نه خود تبریزه. یادش نبود سمیرا جون. سماق بزنی سماق نه مال خود تبریزه. ولی این مال به تبریز. خدا. چرا؟ خدا رو شد. رنگ پرده آشپزخونم خب میدم ببر. وای قلبم. بفرمایید. وای قلبم. آقا هر کی الان تدیگ میخوره به یاد من بخوره. خواهش میکنم. خیلی حال میده این غذا. یه خانمی در یک مسابقه بفرمایید شام شرکت میکنه و یک غذای 10 دقیقه‌ای رو درست میکنه، چون من خودم غذا درست کنم، من عاشق غذا درست کردم. این ساده ترین و کم خرج ترین و بی فکر ترین غذای ممکن است. چرا اینقدر بیشوری؟ چرا اینقدر گاوی؟ خب من از دست تو چه کار کنم؟ چرا نمیمیری؟ چرا تموم نمیشه؟ نزن این حرف آخه، چرا اینو میگی؟ خصوصیات اخلاقی این خانوم خیلی بالاست. خوشروه، خوشخنده است، شوخی میکنه، همه چی خواهر ماست، ولی غذایی که درست کرده غذای سربازیه. اگه بخوام مقایسه کنم غذای امشب و با غذای دیشب، فکر میکنم غذای دیشب کار و زحمت بیشتری به نظر من داشت. فلفل دلمه و پیاز و اینا خیلی خوشمزه بودش. خیلی هم عالی نوشه جان. یه غذای محلی، یه غذای خوب، یه غذای ایرانی ایشون درست کنه، مثلا یه قرمه سبزی، یه چیزی که بوش اصلا میامدی تو خونه که بوی غذایی نبود، چیزی نبود، بعدم آوردنیش. مثلا تعجب کردم این غذا نمره 1 هم نداره که بگی 1 بهش بدی. آقا شما اصلا نده. وجدان نده، اصلا نمره نده، اینقدر نگو. رو که ندیده بود، مخارجی نکرده بود. به زودسترت. من مخارجم خیلی خیلی بالا بود. شما همش دنبال خرجیه. حالا دلیلش هم نمیگم. دلیلش هم نمیگم. خب بگو پاره نش. ولی ایشون هیچ مخارجی هم نکرد. بابا مگه به خرجه؟ آدم وقتی یه نفر رو اولین بار میبینه یه انرژی میگیره، یه بله. حس مثلا از شما انرژی نگرفتم. همون می‌خواستم بگیرم ازت. شما با این سوالای چالشی باعث میشه خودش خالی میکنه انرژی رو از من گرفتی. درگه که باز کردم انگار برق 230 ولت به باز شد. برق صنعتی. بعدم در باز کردم ایشون اومد. بعدم اخمو میومدم خوب بود. برای من یه روغن زیتون هم آورده، دستش درد نکنه. پیروزه روغن زیتون آقای مجید. راجع به هدیه که من دیشب برای آقا مجید بردم، روغن زیتون و سرک بالسامیکو تو هر خونه ای استفاده میکنن. یعنی اگه حالا آقا باشه، خانوم داشته باشه، خب خانومش استفاده میکنه تو غذا، یا خود آقا اگه آشپزی میکنه استفاده میکنه. به هر جهت چیز مناسبیه. و اصلا فکر نمی‌کنم آقا مجید اونو مطرحش کنه سر میز شام. این دوغه خانم سمیرا. قراره فال بگیرم. فال دوغ. مزه خاصی میده. خب شما بعد از اون شربت سکنجبین خوردین. از زیر زمین آوردم. شما چرا مالر برداشته سامسون می‌کنید؟ نه آقا ببین چه مزه. نه به خاطر اینکه نباید این طعمای مختلف رو با هم بخوریم. طعم هیچ کدوم متوجه نمیشه. بخوری یه قلاب. من خوردم. شیشه رم هضم میکنه، الکی نمیگه که. یه مزه به خصوصی میده. شما تشخیص میدید؟ مزه ماست و نعناس. نه. من فکر میکنم یه ماستیه که مونده ترش شده، یه ریزم کپک زده، طعم اونو میده. ولی خب همش شوخیه. از من بزرگترن، احترامشون رو دارم. اون که جای خود. دوستشون هم دارم. پودینگ شکلاتی اولین بار بود میخورد کنم. خوب بود ولی من دوست نداشتم، ولی چیز بدی نبود که بگی بد بود، ولی اصولا نمیدونم. دردش رو چجور میکنی؟
چون این شکلی میکنی خودت؟ چیز معمولی بود. اون روش که شکلاتای ساخت کس دیگه‌ای بود، اونا خوشمزه بود. اونا با چای و اینا خوشمزه میشد، ولی هیچ ارتباطی به ساخت ایشون نداشت. یعنی ایشون اونا رو نساخته بود، بیرون خریده بود آماده، ولی اونا خوشمزه بود. براتون خسته شدم از این همه نفرت و کینتون، متنفر شدم. با چای یا کافی اونا خیلی عالی. همینی که میبینی هستم. ولی خب مثلا در مورد زن شانس نداشتم. چه ربطی داشت؟ شما اگر باید بحث رو باز کنه همیشه قضاوت میکنید مردی که 2 تا زن گرفته به چه درد میخوره. قضاوت میکنید بلافاصله، در صورتی که نمیدونید که من شانس نداشتم. که حالا درسته این خانوما رفتن خواستن بعد برگردن، من مخالف بودم. او پشیمون شدن. شانس نداشتم. شما یا پدر شما یا فامیل شما همون موقع قضاوت میکنه مردی که 2 تا زن گرفته 1 قرون به درد میخوره. به خاطر سوپشون شماره 2 رو به ایشون میدم. 3 نمرم به خاطر اخلاق و خصوصیاتشون میدم که یه موقع بهشون بر نخوره، ناراحت نشن و خواهش میکنم این برنامه رو دیدن هیچ موقع از من دلگیر نشن. باور کن راضی 2 بدین کسوشرا رو نگی. چون زحمت کشیده بودم، ولی اون زحمتی که لایق و شایسته این برنامه بود و ما بود نبود. من در مجموع به ایشون شماره 5 رو میدم. 8 رو انتخاب کردم که بدم. عدد 7 رو میدم بهشون، امتیاز 7 رو میدم بهشون. ولی یه نمره دیگه میخوام اضافه کنم که روی هم رفته میشه 9. اونم به خاطر اینکه سمیرا با وجودی که شب خودش بود و تو شرایطی که بار داره، ولی خیلی خوب تونست از عهده میزبانی بر بیادش. اما به خاطر اینی که ایشون باردار بودن و یه زحمت مضاعفی بود برای ایشون و خیلی زحمت کشیدن، دوندگی زیادی داشتن، من 2 نمرم به ایشون بابت این قضیه اضافه میکنم و مجموعاً امتیاز 9 رو میدم. امیدوارم که راضی باشن و تشکر مجدد بابت همه زحماتی که کشیدن. خب دوستان تموم شد. نظری دارید بگید حتما. من خوشحال میشم بشنوم. بریم تا قسمت‌های بعد. شادمان. حمایت یادتون نره. دوستتون دارم. فعلا.